Susie. I don't know how long you've been giving me inaccurate numbers, but I would hate for your actions to influence others. So, like in Robert's case, I have to send a message that's clear. Mrs. Murphy, I hope there's no hard feelings. If it was up to me, I'd let you off with a stern warning. No, damn it. Apologies, everyone. I mean, these things, they're old. You know, if I recall correctly, the odds of second gun jamming, they're about 1 in 125,000. But, I may be wrong about that. و اینجا هم یه پنالتی رو از دست میدن تا با همون نتیجه 2-0 بازی ادامه پیدا کنه. 5 دقیقه اینجا وقت تلف شده اعلام شده برای نیمه دوم. صحبت میکنه پپ گواردیولا لب خط با بازیکناش برای اینکه این 5 دقیقه هم با جدیت تمام ادامه بدن. معترض بود تو بازی قبل به ساوینیو و رایان چرکی بعد از پیروزی مقابل برنتفورد راجع به اینکه تو کارهای دفاعی کمک این قضیه آره بود پپ گواردیولا رو و تو بازی تعویضشون کرده بود. ماگاسا ماوروپونوس 92 دقیقه اشتباه دوباره تو در اختیار بازیکن منچستر سیتی قرار میگیره. ساوینیو میندازه تو بعد حرکت میکنه، یه سر توپ میزنه، خواد بزنه ضربه رو اما بهش برخورد کرد. دوباره خود ساوینیو، نونس، فودن، اورایلی، گواردیول، روبن دیاز،